خب امروز اومدم شما رو ببرم مارشال، یه برند آمریکاییه که تو کانادا هم چندین تا شعبه داره و یکیش تو نزدیکی خونه منه. پس بریم با هم دیگه داخلش رو ببینیم. کلی برندای خفن و بروز مثل گس و نمیدونم مایکل کورس و کوچ و کالوین کلین و همه اینا رو داره. این تو اسمش هم مارشالی که زیر مجموعه هومسنس و یه جای دیگه بود هومسنس، نمیدونم الان دقیقاً، ولی حالا بریم داخل اینجا مارشال ببینیم چیا میشه پیدا کرد، قیمت ها چه شکلیه، با ایران مقایسش کنیم. خب اینجا که ورودیشه کلا لباس زنانه و یه خودم بچگانه داره و قیمتاش نسبت به جاهای دیگه خیلی بهتره. اینجا همه لباس تابستونی اومده. سلام. این کوکولیا رو ببینیم، اینا برای تابستون. البته اینجا من نمیدونم هیچ موقع اینقدر گرم نیست که من همچین لباسی بپوشم، ولی این خوشگل. بذار ببینیم قیمتش چنده برای تابستون. بعد نیست، $29 مثلا. این تو ایران اینو چند میدن؟ این هم خوشگله، من پسنده برای بیرون. سایز داره، اون چیزی که من میخوام. قیمتش همه چی رو 29 انگار امروز. آره 29. ولی در کل لباسای روزانه که تو بخوای تو خونه بپوشی واقعا پیدا میشه. شلوارکاش چنده؟ داداش 24. من زدم دنبال یه شلوار جین گشاد میگردم، چون اینجا همه شلوار جین گشاد میپوشن. نمیدونم جریان چیه، ولی خب مثلا نمیبینی کسی مثلا شلوار جین مدل دیگه ای بپوشه، دمپا گشاد یا مثلا چیز باشه از این شلوارای تنگ. البته تو ایران هم فکر کنم که دوران اونا گذشته. من چند سالیه که از تریپ ایرانی عقبم، ولی همه که سایز بزرگه. باید بیام درست حسابی بگردم. اینجوری هم ویدیو گرفتن هم خرید کردن به نظرم درست نیست، اینجور در نمیاد. میشه گفت قیمتای همه چیشون روی 24 امروز. نمیدونم، نه 16 هم هست، دروغ نباشه. البته این به دلار کاناداست، دلار امریکا گرونتره. اینا هم حلوه اقسام چینگول ها. اینا ساعت هم گذاشته، ولی حالا نمیدونم برند خاصی یا نه. برندی که اسمشو تا حالا شنیده باشم جز پولو، برند دیگه ای نمیدونم. که $39 این. خب توی این مغازه هر چیزی که بگی پیدا میشه. این واقعا چیه؟ آقا این دستبند نیست، جا کلیدیه نیست، گردنیه نیست، نمیدونم چیه. اینا برای ساحل خیلی خوبه. شن میره توش در میاد دیگه، نمیره توش که نداریم. من فقط بخشی که توش چیز داره، بخشی که لوازم آرایشی رو خیلی دوست دارم که الان میبرمتون اونجا. چیزایی که اصلا روزمره بخوای استفاده کنی واقعا عالیه. اینجا کلاهای مختلف ببینیم. آدیداسش چنده؟ $19. تو ایران چند میده آدیداس اورجینالو؟ بنویس.
این هم که همش ساحلی هن. و هم کیفاش خیلی خوبه، هم برند داره هم غیر برند داره. برندش مثل کالوین کلینه، بعد این یکی مایکل کورس و کوچ و گس و مارکای خوبی داره. خودم هم از اینجا یه دونه کیف خریدم که اینو از همینجا خریدم. قیمتش هم خوب بود. میخوام رد کنم به خودم معذب شدم. آخه چه کوکوله اینجا $9. اما چیزای فانتزی برای کودکان، منم کودکم، چیزای اینجوری دوست دارم بعضا. اینو خوشم اومد، اینم قشنگ. اگه اون روز اینو میدیدم اینو میخریدم، ولی دیگه گذشت دیگه. وای این چه باحاله. اینم خیلی خوشگله. اینطور نیست دختران. این سمتش هم باز کلا کیفه. اینجوری چه بهتر شد بابا، دستم داشت فلج میشد. دوربینم کثیفه. عالی شد. نه ولی کیفاش واقعا کوالیتی خوبی دارن و من دوست داشتم. که البته همشون که نه، ولی خیلی هاشون از برندهای خوبن که فقط توی تخفیف گذاشته شده. این کوکولی سفیدم یه مشکل احساس میکنم. ببینیم چیه. نه خوشم میاد، فراموش کن. البته این هم بد نیست. نه اینجا کفش داشت. چه کوفتیه. خلاصه اینم کفشاشه. اکثرشون سایزشون کوچیکه که البته شاید من آره اینجا چیز زده، این بالا زده. ببینیم برای تابستون چیزی پیدا میکنی. من از این مدل ها متنفرم، ولی خب مایکل کورس در کوکولیه. دیگه براتون بگم. این خانم داره امتحان میکنه که بخره، ولی انگار خوشش نیومد. اینجا هم کلن همش کفشای بچه هاست. من یادم بابام یه بار از ترکیه برام یه جفت کفش دقیقا مثل همین خریده بود، بعد قرمز رنگ، دقیقا همین ها، تو همین سایز کوچیک. البته واید میگیرم بخوره بزرگتر دیده میشن. بعد قرمز بود، این جلوش هم روش اینجوری کار شده بود و چقدر دوستش داشتم و هنوزم نگهش داشتم که یه روزی اگه دختری داشته باشم بدم یه بوشه. تخیلاتمو میبینی؟ چه باحال. اینجا هم ببینید جوراب گذاشته که جورابی که به مصرف استفاده کنی و کفش مردم کثیف نکنی. این درکم از این کفشم خوشم میاد. نظر شما چیه؟ چنده؟ 69 داره.
تابستونی خزه. نه ببینیم پوما چی میگه. شما از اینا میپسندید؟ آیا؟ بگم واقعا کی میپوشه؟ شبیه چکمه پوتینای باغبانیه. ببینیم چی میگه. نه خوشگله ولی من نمیپسندم. این قشنگه. برفی پسنده. این قیمتش چنده؟ لابینو $100 تخفیف خورده. البته اگه از مغازه اصلیش بخری پایین $300 بهت این کفشا رو نمیدهند. ببینیم این گسی که همه چوسان میان تو ایران یه گس میپوشه. ببین چه خوشگله. شیطان میگوید که بخر و برو. ولی جنسش یه جوریه نگاه کن، اگه یه بار کثیف بشه دیگه تمام. الفاتحه یا ابوالفضل. میتونم بندازمش رو کلم. خیلی خوشگله ولی چیز نیست. ولی جنسش یه جوریه احساس میکنم که بلافاصله میپکه. اینم همون شکلیه. یعنی کثیف بشه دیگه رفت. من کفش سفید باید همیشه برق بزنه. اگه کفشم برق نزنه نه میندازمش دور. مامان طوره. یعنی مامانم میپوشه. این چی میگه؟ آقا چه کفشای خوشگلی داره. من تا حالا اینجوری با دقت نگاه نکرده بودم. هر دفعه اومده بودم رد شده بودم. این دفعه به خاطر شما دارم قشنگ نگاه میکنم. چه دمپایی خوشگلی. ببینید جنسش اون چیزی که من میخوام نیست. اینا چی میگه؟ نه نه خوش من نیامد. اینا چی میگه؟ اینا نه ابه چی؟ بد نیست. اینم کفشای مادر بزرگتر. وای ولی دمپایشو خیلی خوشم اومد. از اون گسی هم کفشای اسپورتش خیلی خوب بود ولی جنسش کاش پارچه طور نبود. اینا رو کسی هست بپوشه؟ خدا وکیلی کسی اینا رو میپوشه؟ اونو به من نشون بدید که اینو میپوشه. با همین بزن تو دهنش. حالا گفتیم از یه چیز خوشمون اومد کل استوک اینجا شدون که دیگه هر کی اومد تو پاش باشه. دمپایی دستشویی قدیم بود شبیه اوناست. ای خدا. ببینیم این چی میگه. ولی خوشگله. جنسش هم خوبه. چرمه پارچه نیست. چیزیش که خوبه اینه. حالا امیدوارم که صدام توی ویدیو خوب باشه. امیدوارم. البته اینجا دیگه رفت سمت مردا. منم که تو کار مردا نیستم.
کفشای مردون هست. حالا به خاطر شما دوتا رو نگاه میکنم، شاید مثلا مخاطبم مرد باشه. نه شما چی میپسندید؟ اینم که همونه، ولی یکی از راحت ترین کفشایی که برای مردا پیشنهاد میدم، میخوای راحت باشی اصلا بپوشی بری قله قاف، 100 البته اسکیچرز، 100 البته اسکیچرز. شک نکنید، اینو از من به شما نصیحت. اینجا هم که کلا برای مو و پوست و اینجور چیز هست. این برای آقایون از مسواک و کوفت زبون تمیز کن و هر آنچه که فکر کنی که ربط به همون داشته باشه. این اومده یه بومانگت زد، هرچی که بوده انداخت. الان داره فضولی نه آقای اون پشت یه چیزایی انداخت، اینم کنجکاو بود که ببینه چیه افتاده. اینم کرم هند شیر گاوه. وای من اینو خیلی دوست دارم. نگاه کن. خب اینجا هم با اقسام حوله ها رو داره که برای مو میتونی استفاده کنی، کلت رو ببندی، که البته موهای من انقدر زیاده که من نمیتونم از اینا استفاده کنم، باید حوله معمولی بزرگ استفاده کنم. اینا هم که دیگه اینستاگرام چیزشو در آورده از بس تو کله اینا اون ببینی $9. حالا اگه رفت سر جاش. کیفای گوگلی آرایشی بذاره یکیشو قیمتشو نگاه کنم، $14. خب انواع اقسام ژیلت صورت. این چی کوفتیه؟ فشیال. آها این از اوناست که جوش خوش در میاره. انبوره. هر چیزی که فکر کنی. آها چیزی که من میخواستم بخرم براشه. براشاش فقط کاش میتونستم نمونه هاشو ببینم که آیا نرم نیست، به درد کار من میخورد یا نه. الان من چجوری بفهمم که اینو نرمه؟ البته روش مینویسه ها، ولی چیزی که تو یعنی دست میزنی بهش با چیزی که همه چی رو داغون کردم انداخت. آقا این اون نیست که من میخوام دوست کنم. این دل منو برده. احساس میکنم این از همشون نرم‌تر میشه. چنده؟ بامبو نچرال. خب همینه. شما رو بذارم سر جاش. آدم با شخصیتی باشیم. من از این هم استفاده میکنم، خیلی خوبه برای مو. این واقعا به چه دردی میخوره؟ برای چی؟ اینا هم که انواع اقسام پد زیر چشه، آی کرم برای زیر چشه. جالب بود. خانم اومده بود گیر کرده بود که فروش ندم. بگو من عاشق ماسکم همونطور که میدونید و همیشه هم ماسکام از اینجا میخرم. نظرشون
مثلا میخواد اینجا مثلا کوکولیتون هم باشه. این هم که میده توی یخچال یخ میبنده بعد میذاره رو چشت علکی چوزی. ببینیم تست میکنم خوب باشه. قیافش میگه دارمشون نمیدونم. این مفت مخصوص پای قیمتش هم هست دیگه نگم براتون. این هم به صورت پکیجی که مثلا $40 چند تا توشه 10. این هم مخصوص بیمه. حالا نگفتی نمیشه مخصوص. آها خب چی بود ببینم این از همون هاست که آب میشه. چند من دنبال اینو گشتم چرا سنگینه. فکر کنم اینم ببرم. آره اینم مخصوص دست و پا. قیمتش چنده؟ چه نمیگیرم استفاده نکردم ولی دوست دارم که استفاده کنم. که هم آبرسانه هم باعث میشه برق بزنه پوستت سفید بشه. الله میارم بیما آبزون شد دیگه نمیمیری که. آخه همشون خوبن. الان من چجوری تصمیم بگیرم کدومو ببرم؟ چه خاکی تو کلم بریزم. اینجا جالبه جنسایی که از مارکای مثلا گرونی باشه میذارن توی دزدگیر. اینجوری میذارن اینجا. ببینید مثلا همشون تو دزدگیرن. باید ببری از تو دزدگیر درش بیارن. نظرتون راجع به این چه تا حالا استفاده کردی؟ جدید این ولی تا حالا نذاشته بود، ندیده بودم. اینا هم همشون دستمال کاغذی آرایش پاک کنن و با انواع اقسام بوها و اینجور چیزا. این لبه چیه؟ ماسک لب. وای چقدر باحاله. شیطونه میگه بخر $9. بدم نیست قیمتش. من از اینجا ببرید بیرون. دارو ندارم و اینجا خرج میکنم. لورال هم داریم اینجا. قیمتش چنده؟ $16. عجیبه نداشتیم $16 لورال. من این خانوم هم دست از سر ما بر نمیداره. هر جا میرم همونجاست. من خودم از این بادی اسپلش رو گرفتم. واقعا به درد بخوره. اون موقع من $12 گرفتم ولی الان 14 شده. فکر کنم قیمت ها متفاوت میشه. اینم که همون مارک مشهور عربی یاراه که با دیسپلشاش هست و اینا هم برای روزانه. یعنی میشه گفت عطرای روزانه خوبی هست. اینم برای آقایونه. قیمتش هم از نزدیک ببینید. همچنان باز چیزایی که برند خاصی هن. چه میدونم اونایی که برندهای خاصی هم ببینیم مثلا پولو همشون رو گذاشتن تو قاب دزدگیر. یا بقیه‌شو نگاه کنید اینجا مثلا میاره میذاره تو قاب که بعد بیلی بهشون بگی بیان بازش کنن از اینجا بهت بده. آره
اینا هم همشون دزدگیر دارن. اینم لباس زیره. موژه، ناخون. خدای من آخه اینا رو کجای دلم بذارم؟ چقدر گولن. این چیه؟ این چیه؟ باش پرواز میکنم. Fly like butterfly lashes. مثل پروانه بال بزنید باهاشون. وای پیچی پیچی لب. من از این مارک خط چشش رو داشتم که انقدر خوب بود دوستم ازم دزدید بردش. هرچی هم گفتم صاحب در نیومد ولی فهمیدم اون دزدید. باورتون میشه؟ اینا هم اسکراب لبه. چقدر گوگولی آخه که صافن. مثلا میگه بیا اینجا هرچی پول داری و کسشون بخوام. پالتای سایه که البته بستاست و متاسفانه نمیتونم نشونتون بدم. تا حالا از این مارکا برنداش استفاده نکردم ولی خب من از ماسک صورتش استفاده کردم، خیلی خوب بوده و نمیدانم بقیه رو اطلاعی ندارم ولی قیمتش نسبتا به جاهای دیگه پایین تره. هم هایلایتره. قیمت این هم همشون هدیه آرایشی هم $9 اینجا نوشته. همین دیگه از بخش مورد علاقه من تمام شد و رفت. اینا نظرتون چیه؟ خوشرنگ نیست؟ هست. موژه هاش فقط خیلی خزه. این موژه ها رو کدوم کسکولی میخواد استفاده؟ فش نده خواهر من، فش نده. این موژه ها خیلی چرت نیست؟ خدا وکیلی. یا اینا کی از اینا استفاده میکنه؟ این موژه ها رو هر کی بزنه بری تو خیابون همه فرار میکنن. اینا هم که به درد خانمان میخوره. آقایون نگاه نکنید. اینم که انواع اقسام جینگول ها. وای چه خوشگله این سنجاقاش که من دیروز سنجاق گرفتم دیگه، بس دیگه آتیش نزن اون پولولا هم اصلا. این هم که دستگاه های چه میدونم فر و کوفت و زهرمار و این انواع اقسام سشوارها، یعنی برنداش متفاوته. اینم پاکت شونه و وای اون روزم از اینا خریدم دیگه. الان چیزی که من میخرم روز بعدش یه جای دیگه یه چیز خوشگل‌تر پیدا میکنم. نمیدونم چرا اینجوریه. اینا هم خریدم ولی تا حالا استفاده نکردم. من خریدم $4 اینجا $12. از همون بهتر که اونو پیدا کردم. بیخیال. ربلانه و اونم دایسونه. نه نیست. اینا دیگه هر چی بخوای برای مراقبت مو، ماسک بعد همون، ماسک تو همون، نمیدونم ماسک رو همون، تافت و چه میدونم هر چیزی که به درد مو بخوره اینجا میتونی پیدا کنی. حتی بیوتن که برای ریزش مو بسیار 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 مهمه که حتما باید استفاده کنی که ریزش موتون کمتر یا قطع بشه. کمتر میشه ولی قطع نمیشه. اینو انصاف کرده. این پایینم انواع اقسام ژلا رو گذاشته دیگه. بهتون بگم
اینجا هم شونه، هیچی به اندازه این شونه های چیز خفن نیست. این شونه هایی که چوب بامبو باشه. اینجا هم عروسک داره، لباس راحتی. شبیه سرزمین چی بود؟ هیوله ها بود، کارخونه هیوله ها بود. چی بود؟ به خاطر شما قیمت نگاه کن، 29 بوده شده 24. من عاشق دمپایی پشمالو هم همیشه یه دمپایی پشمالو دارم. خوشحال شدم که اینجا هم دمپایی پشمالو داره که اگه من خراب شد بیام از اینجا بخرمش. و این شلوارکه چقدر راحته، چقدر نرمه، اصلا یه جوری نرمه آدم توش میخواد فقط بخوابه. جنس ها همه لطیف و عالی. لباس زیره دیگه، میخواید نشونتون بدم. خب 1 2 3 4 5 تاش رو میده 29 دلار. برند و الکی مثلا چوسی خیلی چیزای اینجوری گوگلی ترجیح میدم تا اینکه برند. $19. وای چه گوگلی پرنگ صورتی. شما رو نمیدانم ولی من دوست دارم از اینا. $59. اینقدر بلند نه دیگه، ولی منظورم جنس و رنگ و اینجور چیزاش بود. چی دیگه این سمت هم کلن لباسه، قیمتاش خیلی مناسبه. چه خوشگله، کاشی خورده چیز بود، کمرش باریک بود، این همه مربع نبود. همین الان میخریدمش کثافته، ولی خب چیزیه. خوشم آمد. داره تابستون میشه، کلی همه چی رنگی رنگی گذاشتم. خوشحال شدم. اینو مثلا خوشم آمد، چیز خوبیست. این ستای کلبون کلون اینجا خودم هم سردرگمم. این خانم هم هی داره با من میچرخه، بعد میبینه من دارم ویدیو میگیرم، هی داره از زیر عینک منو نگاه میکنه که مثلا منگوله چی شده این داره ویدیو میگیره. این تیپ من است، دامن گشاد گلگلی. آره این تیپ من است. درست چنده؟ 59. آره لباس های تابستونیش از 59. شلوار اک 29. تو این حال و حوش قیمت شروع میشه. خیلی هم پلنگی به چشم میخوره، نمیدونم پلنگی مد شده باز. اینم چیز خوشگلی که البته $100. اینم که شومیزه و من اینقدر شومیز دارم که دیگه حالم از شومیز به هم میخورم. ولی این چقدر کول، پروانه قشنگه. این
این ور بهتون نشون دادم دیگه. اینجاها لباسه، این گوشه کفشه، اونجا آرایشیه و بقیهش هم باز لباسه. اینجا گوگل داره. بریم طبقه بالا ببینیم که طبقه بالا چیا داره. آخه این سگ شما نگاه کن خدا. اینجا کشیرشه و از اولش تا اونجا که تو بری پیش صندوقدار همه شکلات و گاگالیلی و نمیدونم شمع و جاقاب عکس و هرچی. طبقه بالا هم که مردونه داره. تو مردونه هاش حالا یه سر کوچولو میزنم. بعد بریم مثلا این گس خب $24. توی ایران گس فیک چنده؟ بنویس برام. $19. شلوار جین مردونه کولوین کلون $49. کاپشنش که هم نرمه هم گرمه الان که فصلش داره تموم میشه $99. اینجا بخش مورد علاقه بچه داداشمه، برادرزادم. عاشق کیف و چرت و پرته. یه دونه از اینا براش میگیرم میفرستم خرکیف بشه، یا حتی از اینا. کاش ما هم یه انبه داشتیم قدیما برامون از اینا میخریم. والا حسرت به دل بودیم که بابامون که میره ترکیه یه دونه شکلات برامون بخره، چه برسه عروسک. $29. این هم باز مردونه است. 29 و 24 شلوارش. وای چه چمدونای خوشگلی داره که البته الان چمدون لازم ندارم چون قصد سفر رو ندارم. البته اومدن اینجا خریدم ولی در کل ببینیم قیمت چمدوناش چقدر. $89. این سبزه $89. ولی یادمه تو ایران یه دونه چرتش رو پرسیدن 8 میلیون بهم میگفت، اصلا مارکی چی کوهی هم نبود. من $139. کوالیتیشون هم خوبه خدایی. بریم ببینیم کراوات رنگی رنگی برای دامادی شما قیمتش چنده. 16 همشون 16. تنوع در حد بوینسلیگا. اینم که برای ورزشکاران و پهلوانانه. ولی چقدر خوشگله این ماگش. مردم براش. اینو ببین آخه آدم گریهش در میاد انقدر خوشگله. آقا خوشگل نیست؟ هست. وای خیلی کوچوله. قیمتش چنده؟ چرا نزده؟ گنج چرا قیمت نزده؟ $24. این 24. این با دفتر دستکش چنده؟ $24. ولی رنگاش انقدر خوشگل آدم قش میکنه براش. اینم برای ورزشکاران همچنان از این چیزایی رو زمینه. چی اسمش؟ اینم دسته بازی گیمران.
از این رنگی پنگیایی که برای خونه استفاده میکنن و دستم شل شد دیگه از بس گوشی دستم و یواش یواش دارم استعفا میدم از یوتیوبری. گولام از سب تازه شروع کردیم. اینجا هم توپی. اوه اینا دستای چیزه، چی بیسبال چیه؟ آره این از این چیزای، این از این دسته های بیسباله، اینجوری میکنن تو دستشون. بزنیم بندازم تو دستم ببینم چه شکلی میشه. چجوری میره تو دست؟ از اینجا میره؟ نمیدونم، خلاصه مال بیسباله همین که باش توپا میگیرن. با من دست پاش شکسته بنده خودم. اینم توپاش $14. هر آنچه که ورزشکار نیاز دارم. میگه یا 3 سالگی داره یا 4 سالگی. هموطن پیدا شد. اینم که انواع اقسام توپ. آی خدایا، میخواستم هرچی کنم که نشد. اینم که اصلا تیپ و مدل من نیست. از این مدل کیف و چیز چمدون، ولی خب خیلی هست که میخرن و دوست دارن. $89. وای عطام گرفته بد. آی خدایا. اینا چی هم؟ یه چیزی هست دیگه نمیدونم. خستم شد، دستم درد گرفت دیگه. اینم همونیه که بهتون گفتم پاش شکسته بنده خدا. وای دماغم آویزون شد، همش عطسم میاد. چی شد؟ درد و خاکی چیزی رفت تو بینیم. آخه شما این عینک های کوچولوها رو نگاه کنید خدای من. اینم ماماندوزه. اینم همش لباس بچگانه است که حالا دوتا هم لباس بچگانه. قیمتش رو نگاه کنیم، شاید مادری کنجکاوه. $20 جفتش. البته این $29. $29 با دامنش، دامن کیف و جینگون. $16. وای چقدر خوبه این شلوار. کاش بزرگشو داشت برای من. این نیفتی نمیشه. وای اینجا هم که برای کوچولوهای مثل بچه داداشم که عاشق زیورالات و آرایشی بچگانه و این از الان اینجوری بزرگ بشه چی میشه؟ به عمش میره. وای آخه تو اینا رو نگاه کن، آدم سکته میکنه براش. از این تاجا حتما براش میخرم میفرستم. عاشق روزی تاج عوض میکنه، منگله. وای تو اینا رو ببین خدای من. آره اینجوری هست. این هم انواع کیفای بچگانه. قیمت همون 29 16 29 14 بستگی داره. اینا رو که دارم نشون میدم خودم هم خوشم میاد ازشون. آخه در این حد روحیم بچگانه است. لامصب. وای اینا دو خدای من.
اینا همچنان لباس بچگانه است دیگه. اگر اجازه بدید اینجا رو تموم کنیم. بیشتم تا عروسک ها. اینا تخم مرشانسیه. وای مثلا دلم میخواد برای خودم بخرم. ریدم چقدر با مزه است. تازه این پایین هم انواع اقسام دیگه شو داره. همون قیمت ها $19 $14. اینو ببین. عروسک ها روبوسک ها. هموطن دیدم نخواستم آرامشش رو به هم بریزم، ترجیح دادم بیام این برتر. وای میدونین این چیه؟ از ایناست. شیطان هی خدای من، شیطان چرا همش چرت و پرت میگه بخره؟ ای سگه خدای من. همین دیگه، این همه سوراخ داره، بعدش اون همه حباب از توش میزنه بیرون. اونم همش اسباب بازی باکس اسباب بازی داده. و اما چیزای چرت فقط جلب توجه میکنه دیگه. هر چی چرته من دوست دارم. اینا رو چرا باحاله. اما چی؟ تخم شانسیه. تبر توش، این استخون توش داره، اون دست داره. این استخون این دست یادش به خودم به هرچی امروز دست میزنم میفته میشکنه. این وای اینو ببین زنده مار ترسیدم. اینو دیدم یاده یه دونه استیکر ندا یاسین میذاشت، یاده اون افتادم. دایناسور آبی رنگی بود. مار کج. از اینا خوشم ناومد ها. ناومد. اینو ببینم تو داری. این هم که برای سگ و گربه از جای غذا گرفته تا انواع اقسام شامپوهای خشک و شامپوی داخل حموم و چیزایی برای اینکه پیپیشون رو جمع کنین و غذا و بهتون بگم جایزه سگ و همه چی. اینا هم برای سگی، اونا مال گربه بود ولی چقدر شیک و با کلاسن اینا. شما نگاه کنید. البته این برای مثلا سگی مثل سگی باید بولداگ باشه که تو این آب بخوره. سگی کوچولو این همه چیکار میخواد میکنه تو این؟ ولی خیلی شیک و با کلاسن. جای سگیه. اینا من مخصوصا غذاهاشونه، جایزه هاشون، برندهای مختلف. مثلا این چیه نمیدونم ولی باحال. شمایی که سگی دارید، من تو ایران یا اصلا ترکیه مثلا از این تو چیزا واقعا ندیده بودم، نداشت.
یا داشت من ندیده بودم، نمیدونم شما با کلاس شما دیده. اینا چیه؟ برای گربه است؟ آره چنگی میزنه، نمیدونم کارایی میکنه باش، چنگی بزنه. اینم خونه های سگ و گربه است. صدام چرا گرفته؟ اینجا همش خونه های سگ و گربه است و توپ های حیوانات خانگی و ولی بخش خانه و دکوراسیون. بالشش چنده؟ بالشه آره 34 دلاره مثلا این بالشش، جفتش البته جفت بالشه 34 دلار مفته ها. آیکیا یه بالش این همه رو میده 19 دلار، این میده 34 دلار. واقعا نسبت به آیکیا مفته. چقدر نرمه و سر تو بذاری توش میری داخل. این پتوهای نرم کوکولی. اینا چیه؟ چی کیس؟ این برای کیسه نه والا به خدا اگه بدونم برای چیه. برای کیسه دیگه، برای کیس بخرید. این هم جنسشون بد نیست. رو لحاف و رو تشک و رو این ور اون ور و رو همه چیز اینا. ملافه است دیگه، انواع اقسام ملافه ها. قیمت هم 34 49 50 بستگی به برندش داره. انواع اقسام حوله. ببینیم حوله هاش چنده. 9 دلار مثلا این چند تا حوله رو میده 9 دلار. این هم همچنین. حالا مثلا برنده ببینیم قیمتش چند. 12 دلار سایز بزرگ. سایز بزرگ این کالوین کلین 12 دلار. خب دیگه قیمت حولم دستتون اومد. حالا بریم ببینیم دیگه چی میتونیم پیدا کنیم این تو. چرا همه با تعجب نگاه میکنن وقتی که میبینن من دارم فیلم میگیرم؟ دارم فیلم میگیرم، 1000 نفر فیلم میگیرن ولی چه کوکولی هن؟ آخه جنسش چیه؟ 6 دلار نمیارزه آخه 6 دلار. یا سنگه چیه؟ هرچی که هست خوبه. نمیدونم چه کوفتیه. حالا این هم که شب خوابه. چرا خوابه؟ شب خواب شب خوابه. وای پشمام. اینم چرا خوابه؟ شب خوابه. وای ببینیم شب خوابا چنده دیگه. قضاوت با خودتون، کسافتون. $24 شب خوابش 24 دلاره. فرش 39 دلاره. ولی رنگ رو رفته است. چقدر نرمه. فکر کنم مخصوص سگه، همش سگ روش نشسته. وای این آینه رو ببینید چه خوشگله.
چنده قیمتش؟ آینه جان قیمتش $24. خیلی گوگولیان برای دیوار خانه. اینم که برای دیواره دیگه میزنن دیوار $22. این آینه های قدی، این آینه های قدی چنده؟ $59. کاش اینا رو بعدا برمی داشتم، بلا شد به دستم. ساعت $19. نرم و لطیف. نرم. این چمن مصنوعی برای باغچه ها و چیزا. چمن مصنوعی. صندلی برای بالکن $59. مکرم بافیه چیه؟ میز اینا $49. وای این بالشا چقدر نرم و چقدر خوبن. یکم بیرون رو نگاه کنیم دیگه، خسته نشدید از داخل دیدن؟ خواب این بالشا رو که میبینید نرم و لطیف و خیلی کاربردیه که برای رو مبل یا رو تخت، ولی بیشتر رو مبل استفاده میشه. واقعا خوبه. قیمتش چنده؟ فضول شدم امروز، هرچی میبینم قیمت $29 مفت. اینجا واقعا قیمتش نسبت به بقیه جاها خیلی مفته. شما برید تو بقیه مغازه ها همینا رو قیمت بگیرید، خودتون فرقشونه. اینا برای چی استفاده میشن واقعا؟ به عکس خونه. یاد مکرم بافی های خاله کبرا افتادم. یه دونه چیز داشتیم پرورشی بود، چی بود؟ همچنان بالش ها و میدونم عمم این بخش رو خیلی دوست خواهد داشت. $49. این نرما چنده؟ $29 اینا. دیدم دیگه همونه، فقط رنگا متفاوته. قاب عکسه. خدایا اینو نگاه کن، سگشو بغل کرده، چقدر گوگولی پکولیه. ولی من دوستش داشتم. حتی اینم که شمعه. خانم گیر داده تو شمعه. اگه اجازه بده از اونجا هم یه دونه فیلمی برمیدارم براتون. اینم آقای، احساس میکنم خیلی شبیه عمومم خیلی اینجوری دراز میکشه. فکر کن عموم این ویدیو رو ببینه. بودا، عاشقان بودا. اینم جای خوشبو کننده بود، ولی اون چه باحاله. اینا همشون شمعه. شما فقط نگاه کنید به شمعه پدرسگ و چقدر خوشگله. یا حتی اینو نگاه کنید چقدر پولیه. قیمتش چرا قیمت نمیزنده باشه؟ $19. اینا همشون طرحهای مختلف شمعه. اینا شمعه. این هم از این درای چوبی دارن که سفت شده، نمیشه با یه دست بازش کرد.
شمعه چه باحال. دکوراسیونه. من از این خیلی خوشم. این خیلی کوکوله. هم موقع یه ویلا خریدم اینا رو برای ویلا میخرم. بگو الهی آمین. دکوریاش ببینیم قیمت دکوریاش چه. $12. این آقا فیله چنده؟ $12. این چرته حالا نمیدونم چه کوفتیه. $24. اون کوفته $24. این کره زمین. اوخه این قلبه چی میگه؟ برای چی استفاده میشه حالا؟ چی هم؟ دکور مثلا ولنتاین الکی. وای اینا خدای من $16. پیشی سگ گوبه. وای اینا چه باحالن. این عالیه. این اینا هم که احساس میکنم جنسشون یه جوریه نمیدونم گلدونه مهمونه چی. و رسیدیم به لوازم خانگی. این آقایی دارم که چینیه همه جو با من ول نمیکنه 2 دقیقه. قابلمه ها و قیمت نظری دادم به دوستان بگم قیمتشون چنده. مثلا این $19. این $19. اگه اجازه بدم بقیهش هم ویدیو میگیرم. اینقدر آدم میاد توی ویدیو که آدم نمیدونه داره چه غلطی میکنه. وای خدا این پروانه ها رو ببین چقدر خوشگله. هرچی برق بزنه رو من دوست دارم. این هم که قاشق چنگال. قیمتشون چنده؟ فضول شدم. $8 بگو. آره اینو $8. تو ایران قاشق چنگال چنده واقعا؟ اینم سته که $34. این خفن تره. اونم $34. تو فقط این کثافت ها رو نگاه کن. تو فقط این کثافت ها رو نگاه کن. خدای من. این چی میگه؟ یا باشه ممکنه بیفته بشکنه. وای اینو نگاه کن. قش نکنم براش. ولی احساس میکنم که چیزن. تو بگو جنسش شیشه خیلی چرتیه که مثلا با یه دونه فوت کنی میشکنه. همچین حسی دارم. کاپشنم گیر کرده تو خودم. وای اینو نگاه کن آخه. قوری ماگ لیوان هر چی بگی اینجا پیدا میشه. بعد مثلا اینا رو خیلی دوست داشتم. خیلی بزرگتر از اینا سا ولی تو ویدیو نمیدونم چرا کوچیک میشه که $29. اونا $34. اینم که چیزاییه که دیگه همه جا پیدا میشه دیگه. حالا بهتون نشونم ندم ایرادی پیدا نمیکنه.
لوازم آشپزخونه است، رنده و پیاز پورتکان و نمیدونم هر چرت و پرتی که فکر کنی. واقعا یه دونه از اینا لازم دارم ولی نمیدونم چرا نمیخرم. میرم چرت و پرت میخرم ولی اون چیزی که لازم دارم رو نمیخرم. اینم جو بستنیه، چه پاها. اینم جو بستنیه. آره دیگه واقعیتش رو بخواین که دیگه من خسته شدم و تصمیم دارم برم خونه. البته قبل از اینکه برم این گوشه یه دونه چیز داشت، کوکولی جات، میخواستم اینا رو هم ببینم بعد برم. یادتونه از اینو میزدیم سر خودکارا؟ نگو که نداشتی، باورم نمیشه. وای تو اینو ببین، اینو ببین فقط. چقدر اتاق بچه هست و امیدوارم که به دردتون خورده باشه. من برم اینا رو حساب کنم. این که خوشم اومد ازش براش درخت بامبوه، ماسکای چوسی کره.